جوزجان خانه بزرگان است، سرزمین کتاب و عرفان است. نام آن را به سادگی مبرید، زادگاه دلیرمندان است. قرمان که شو قزگرانه. سلام بیننده های عزیز برنامه هی میدان تای میدان. آرزو دارم که جور و صحت و سرحال باشین. خوش آمدین به برنامه. بازم خوشحال هستم که یک بار دیگه من بهش تسلیمی در برنامه همراه شما هستم. دوستا، به سفر هی میدان تای میدان خواستیم که یک سفر دیگه داشته باشیم به شهر زیبای کابل. کابل که پس از 3 دهه جنگ ویران گردیده بود. واکنون با وجود آمدن امنیت سرتاسری در کابل چهره زیبا به خود اختیار نموده. اعمار مراکز تجارتی، منازل رهایشی باعث پیشرفت و ترقی کابل شده. و همچنین ده ها سهولت دیگه که زندگی را برای مردم کابل آسان ساخته. به خاطر دیدن کابل پیشرفته با ما باشید. حال میریم و از یک پرورشگاه دیدن میکنیم. این پرورشگاه با کمک مالی مردم امریکا و توسط دولت افغانستان جور شده است. بیاین ببینیم که اطفال چی رسم میکنن. سلام اکالتان. چی میکنی خودت خندور؟ مسئله میکنی؟ خب این کنیشکا که میخوای چی رنگ کنی؟ زرد؟ خب نام خدا چه رنگ مقبول. شما هم رسامی میکنه؟ بله. کلتان؟ بله. از حیوانات کدامش خوش دارین؟ سبز؟ سبز. موجود حیاتی اقتصادی باشد، مثلا اکسیژن، مواد غذایی. یعنی در رسیدن مواد غذایی و اکسیژن و دوران خون و دماغ. در این پرورشگاه به علاوه رسامی برای اطفال، صنوف آموزشی مختلف از جمله صنوف آموزشی نرسنگ برای دخترها و بچه‌های جوانتر هم فراهم شده است. سهرجان چطور هستی امروز درسا؟ تشکر، خوب هستم. شما چطور هستید؟ درسا چطور میگذره؟ بسیار خوب میگذره و ما علاوه بر اینکه که مکتب میریم و ما بسیار پروگرام‌های در پرورشگاه داریم، مثلا لیدرشپ و رسامی، موزیک، یعنی هر نوع مضامین داریم و مرکز آموزشی ما که شروع شده. ما هر روز از 7 صبح تا 12 بجه پیشین در مکتب سپری میکنیم و بعد از او بعض که نان چاشت خوردیم هر کس پروگرام داره و بعد از او از 2 بجه تا 7 بجه در مرکز آموزشی ما می باشیم، یعنی مصروفی درس خواندن. خانم اندیشه فرید، مسئول این پرورشگاه، در این باره برای ما معلومات بیشتر میدهند. سال 2003 اولین پرورشگاه ما ایجاد شد. در سال 2008 مؤسسه ما رجستر دولت است، دولت افغانستان، و تانستیم که از سال 2003 وقتی که شروع کردیم با یک پرورشگاه کوچک، امروز تانستیم که 11 پرورشگاه در ولایات مختلف افغانستان فعال کنیم. و اطفالی که اینجا هستن و میتونن از کدام زمینه تحصیلی میتونن که برخوردار باشن؟ ما در بخش آموزششان بسیار تلاش ورزیدیم که اواره فرزند مکتب میرن در مکاتب دولتی، بعد از مکتب میان برنامه‌های متنوعی دارن.
کورس های انگلیسی دارن، کورس های کامپیوتر دارن، کورس های موسیقی دارن، کورس های رسامی دارن، کورس های هنری دیگه دارن. ترینینگ های مختلف داریم به دخترای جوان و پسرای جوان. فرضاً امسال ما ترینینگ داریم در بخش رهبریت و مدیریت و بخش های دیگه در مورد حقوق زن و یا به دخترها و یا داریم ترینینگ و همچنان کورس های نرسینگی و یا هم به دخترها و بچه ها داریم. و هر سال ما در حدود 15 طفل یا بیشتر از روان میکنیم ایتالیا به خاطر فرام گرفتن کورس های زبان ایتالوی و دیگر کورس ها در بخش ریاضی و فیزیک و ساینس و دیگر هم و اونجا درس میخونن. بسیار خوب. خانم اندیشه قسمی که دیدیم متفلک های بسیار خوردم هستن که اونا شب به ضرورت و کسی ضرورت دارن که ازشان مراقبت کنن. طفلایی که در پرورشگاه ما هستن و 24 ساعت با ما زندگی میکنن. شبانه هم با ما میباشن. یعنی خودتان شبانه همراهشان میباشین؟ ما در پرورشگاه خود یک گروه داریم که اونجا همراهشان زندگی میکنن، یعنی 24 ساعت با ما میباشن. فرزند هر پرورشگاه ما یک پدر و مادر، یک زوج زندگی میکنن به حیث پدر مادرشان. ما یک کسای دیگه را داریم، فرزند دوگارد داریم، کسایی است که فرزند وارد آشپزی کمک میکنن، آشپزیشان میکنن، یا استادایشان است که با همراهشان 24 ساعت در زندگی میکنن و هم در درس‌های مکتبشان کمک میکنن و یگان کورس‌های دیگه مثل کورس کامپیوتر و دیگر بهشون درس میده و همچنان همراهشان هم زندگی میکنن. فرزند کسایی رو داریم که خاص در بخش صحیشان کار میکنن. که یک طفل اگه در وقت ناوقت مریض میشن وارد به وقتش برش برسن شفاخانه ببرن یا دیگه مراقبت یا اگه ضرورت داشته باشن. در پهلوی این همه امکانات که در این پرورشگاه برای اطفال وجود دارد، جوانان این پرورشگاه از یک زمین ورزشی مجهز نیز برخوردار هستند. اینجا یکی از مراکز پیشرفته تجارتی در شهر کابل است. دو دوست و یا هم دو همصنفی موفق که با تلاش بسیار و سپری نمودن چندین امتحان موفق شدند تا در رقابت جساب که با کمک مردم امریکا در شهر واشنگتن دی سی برگزار شده بود اشتراک کنند. این برنامه راجع به حقوق بین الملل است یا میخوایم مسئولین در راستای حقوق بین الملل امی مهارت برشان بده که در ناحیه حقوق بین الملل چیز را بفهمن و امی قسم دفتر السا یا International Law Students Association اینا دفتر دارن در هر کشور، در بیش از 85 کشور که اونا امی قسم در افغانستان هم یک دفترشان است و ادمنستریتر اونا یا یکی از نماینده دفتر اونا به نام آقای غلام رضا محمدی اونا در پانتون کابل آمدن و یک امتحان اختصاصی اخذ کردن از تمام محصلین صنف 4 و 3 و ما هم مرسل جان و دیگه هم صنفیای ما اشتراک کردیم و بعد از سپریشتن این مسابقه بعد از سپریشتن امتحان ما تانستیم که در این مسابقه اشتراک کنیم. چطور بود مسابقه تان در اونجا در خارج از کشور؟ البته در کشور امریکا بود. بله، در کشور امریکا در واشنگتن دی سی مسابقه بین الملل برگزار شد و او مسابقه واقعا خود جسد بدون از اینکه در مسابقه بین الملل اشتراک کنی فقط در راند داخلی هم که اشتراک کنی یک تجربه نهایت بزرگ است به تمام محصلین پنزه حقوق و پنزه شرایط و دیگه پنزه که اشتراک میکنن و ما از تجربه زیاد را گرفتیم. مقایسه کردیم سیستم درسی افغانستان و سیستم درسی کشورهای دیگر که تا چی اندازه ما میتونیم در یک مسابقه اشتراک کنیم. مرسل جان شیرزاد، خودت تصمیم داری که داینده چی شوی؟ من داینده تصمیم دارم که وکیل مدافع شم و قضایایی را پیش ببرم که
از اشخاص را که نمیتونن بعضی وکلای مدافع که ازشان توانایی ندارن که بر خودن وکیل مدافع بگیرن، میخوایم ارزوی کمک شما وکیل مدافع. اما گفت رایگان؟ خب شما شاید اطلاع داشته باشین که فعلا بسیار فامیلای هستن که قضیه دارن توانایی مالی ندارن که بخود قضیه خود در محکمه پیش ببرن. خب تنها اگر بگیم شاید بگین هم اگه گپ میزنن واقعیت میگم که تنها پول نیست که همه چیز باشه. بیاین که صحبت‌های دکتر بهار جلیلی، رئیس پوهنځی علوم سیاسی و یکی از استادان مجرب پوهنتون آمریکایی افغانستان را بشنویم. چطور شد که بیاین افغانستان و کار کنین و تدریس کنین برای شاگردان؟ چی احساس کردین وقتی که آمدین؟ ما که پروگرام دکتری خود را شروع کردم در امریکا در پانتون کالیفرنیا برکلی، قبل از آن در پانتون شیکاگو ماستری خود گرفته بودم. رشته ما تخصص ما در درباره تاریخ افغانستان است. دیگه ما وقتی که تیزیس دکترای خود را نوشته میکردم، من نیاز داشتم برای منابع اصلی در افغانستان و ما آمدم افغانستان برای تحقیق و رشته ما تخصص ما باعث شد که ما به افغانستان برگردم و به خدمت به وطن زادگاه خدمت کنم. بسیار خوب. میشه راجع به این پانتونه که شما هستین مسئول هم هستین در بخش خاطان گفتین و تدریس هم میکنین که معلومات بتین برای ما؟ چطور شاگردان میان به اینجا؟ آیا کدام امتحان سپری میکنن یا که همونطور میتونن مراجعه کنن بیان؟ بله، هر کسی که علاقه‌مند است که بیاد به پانتون آمریکایی در افغانستان میاین در بخش ادمیشنز ما امتحان توفل باید بتن که امتحان انگلیسی است و هر کس که حداقل 510 گرفت میتونه بیاد در پروگرام اندرگراجویت ما شامل شود و کسی که نمراتش در امتحان توفل بین 410 و 510 است میتونن در پروگرام انگلیسی ما شامل شوند که انگلیسی خود تقویت کنن، بعد از آن به پروگرام اندرگراجویت شامل شوند. سری دادیم به ولسوالی گلدره، جایی که در فصل بهار بسیار سرسبز و دارای هوای بسیار عالی می باشد. ببینیم که آقای محمد عظیم، آمر اجرایی ولسوالی گلدره، در این باره چی گفتنی دارن. چطور از زندگی کردن در ولسوالی گلدره از نگاه امنیتی؟ از لحاظ امنیتی خوشبختانه ما هیچ نوع کدام مشکل امنیتی نداشتیم. البته در طول سال گذشته و چندی سال که سپری شده امنیت در تمام ساحات ولسوالی گلدره تامین است و مردم با کار زندگی روزمره خود فعالیت کار میکنند. بسیار خوب. خب محمد عظیم صاحب میشه بگن که چرا نام ایجاره گلدره مانده؟ چرا ملت خاص داره؟ بسیار سوال جالب است. در سالهای قبلی گلدره اصلا اینجا نبود، به نام کادره بوده که باز یک سفر امیر امان الله عبدالرحمن خان در اینجا آمده، وقتی که همین دره سرسبز از زیر دیده زیبایی و گل گپاره که در اینجا دیده گفته نامش به نام گلدره مسما بسازیم. بعد از او گلدره میگن. چطور از ترقی و پیشرفت خانم‌ها از نگاه تحصیل در گلدره؟ از لحاظ تحصیل در گلدره شما خو اطلاع دارین که و تمام مردم عزیز ما آگاهی دارن که امی جنگای خانمان سوزی که در طول 3 دهه در کشور ما بوده زیادتر صدمه را در معارف کشور وارد کرده که بنابراین ولسوالی گلدره هم جزء افغانستان و یکی از ولسوالی های ولایت کابل بوده که این هم بسیار زیاد ضربات قوی و خورده در ارتباط معارف که خوشبختانه بعد از به وجود آمدن اداره محترم موقت و دولت انتخابی افغانستان ما فعلا بسیار دستاورد قوی در عرصه تعلیم و تربیت در گلدره هستیم که از جمله
اعمار تعمیرات مکاتب بسیار متعدد و همچنین در قسمت خانم ها شما صحبت کرده طبقه اوناس. البته ما یک لیسه نسوان داریم و در مجموع دیگه مکاتبی که از در اینجا اونا هم مکتب متوسطی ما یا مکتبای ابتدایی ما مشترک تا صنف 6 و 9 تدریس میشه بین خانم‌ها و بچه‌ها. ای میدان و ای میدان، ای میدان و ای میدان. بیننده های برنامه هی میدان تای میدان آمدیم به بادام باغ تا از پروسس غذا و سبزیجات که با کمک مردم امریکا و دولت افغانستان ایجاد شده دیدن کنیم. حالا میریم و از نزدیک با شما یک جا میبینیم. خانم عزیزه، خودت چند ماه میشه که دیگه کار میکنی؟ از وقتی که آغاز به کار کردی؟ از ماه اپریل کم میشه دیگه شروع میکنیم در دینمی کارهایی که مواد رسیده. از شروع کار ما از اول 2 اپریل است دیگه. اول اپریل خود روز جمعه بود. خودتان سرپرستشان هستین وقتی که کار بدلتان نکنن یا طالبتان سرشان قار نمیشین؟ سرشان قال بقا نمیکنن؟ ما یه ذره کار جدی‌تر میگیریم چرا که کار ما پس نمونه. ما باید یک کار رو بکنیم که هم خدا خوش باشه و هم مردم خوش باشه و هم کسی که برای ما اعتماد کرده او خوش باشه. چرا ما اینجا که وقتی کار شروع کردیم امروز هر کسی به یکی امیدوار است. همین که روی امید روی اعتماد کار میکنیم اینایی برای ما یک افتخار است. ما افتخار ماست که ما چه قسم باید کار کنیم. خانم‌ها رو باید چه قسم اول خی خانم‌ها هیچ وقت تنبلی نمیکنن و در کار خود تغافلی نمیکنن. اگر خدای نخواسته کدام یکیشون اگر تغافلی کنه بازم طبق قانون پیش میریم. بله. نه خودتون قسمی که مال میشه خوب میتونن که مدیریت کنن سرپرستیشان کنن. چیزی که عیان است چی اجازه بابایان است. در اینجا تمام پروسس به طور استاندارد از کشت تا مرحله‌ای که به بازار عرضه می شود صورت میگیرد. بیننده عزیز، حالا بودیم در سالن پروسس. اینجا بسته‌بندی میکنن و همچنان خوب از وجدا میکنن. قسمی که ما شما دیدیم در سر زمین چه قسم جمع میکنن تو زمین را. دیگه چه قسم بسته‌بندی میکنن و پاک میکنن میریم میبینیم. دوستا قسمی که ما شما دعوت دیدیم که اونجا پاک کردن تو زمینی رو وارد در قوطی مانده میشه و اینجا لول زده میشه و همچنان وزن میشه و اینجا بالاخره تو زمینی در قوطی مانده میشه و بیخی تیار میشه. خب میفهم که اجازه داریم از این بخوریم یا نه؟ نه، به خاطری که وزن شده. و یک گپ دیگه بیننده عزیز، به خاطر پیش شما سوال خلق شده که چرا ما لباسا رو پوشیدیم. به خاطر لباسا رو پوشیدیم که کسی داخل جمع باید با می لباسا بیه و اون چیز دیگه هم دفعه مست که نمیخوایم رو شما ببینید. ما در پلی فعالیتایی که در سطح افغانستان داریم، یکی از فعالیت‌های ما در بادام باغ است که ما مسئولیت جمهوری حاصلات و فروشات حاصلات بادام باغ داریم. خب خانم مابا جان، یک سوال پیش من خلق شد. خانمایی که خودتان اینجا معرفی کردین چطور کدام امتیاز هم دارن که در مقابل از اینکه کار میکنن یا نه؟ اینا روزانه مزد میگیرن. به هر روز که اینجا میان کار میکنن کرایه را و پول نانشون پرداخته میشه و همچنان مزد برشون پرداخته میشه. و در پلی از اداره WFP برای اینا مواد غذایی که از قبیل گندم، روغن، نخود و نمک می باشه. ما برای اینا توضیح میکنن که از لحاظ مالی اینا یک کمک خوب است برشون. به نظر شما چقدر سهولت آمده بازاری که نو جور شده، به خصوص که بسیار لباسای مقبول شیک میارن دختر خانم‌ها و خانم‌ها حتما خب روز یک بار و دو بار خب میان به
مغازه؟ نسبت به سابق به نظر ما افغانستان دکانش چون بازارش بسیار خوب لباسا میارن به ذوق، چون لباسا اندیام که میارن به این جگاه بسیار خوب لباسا میارن، خوش میکنیم. لباسایشان در نظر ما خوبتر است. قیمت خانیز خوب است دیگه، بعضی جا قیمت است چون مشکل از اینام نیست که قیمت میتن، چون کرای دکان زیاد قیمت میباشه دیگه، قیمتش مناسب است. لباسی که خوبش باشه حتما قیمتش هم خوب است. باز بیننده های عزیز برنامه هی میدان تای میدان، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی، خداحافظ همتان. در این باره چی گفتنی دارن؟ چطور از زندگی کردن در ولسوالی گلدره از نگاه امنیتی؟ از لحاظ امنیتی خوشبختانه